پارت 2 هفت‌طوله دیوونه شروع شد. خب بچه بعد سالها فهمیدم که اینا چه کار بودی. اول اینکه اینا برای خودشون یک صندوق مخصوص دارن که مثلا نگاه میکنم اینجا هر وسیله‌ای باشه اینا برمیارن چستاشون رو جاساس میکنن که مرتب بکنن و اینقدر نازن که اشکال هفت‌طوله زیبا شد. هم بهتون نشون نباید چیه. خب شما به این وسایل نیاز دارین که ما اول اینا رو اینجا جاساس میکنیم. خب اینا توش جاساس میکنید نه باید جاساس رو کنید حتما تو این باشه بعد این میاد داخل اینا هم میزنه یه دونه آیتم زیادتر گذاشتم و الان باید سنجش اینم کارتون رو براتون انجام از این کدومشون ببینید این درشون باید تا 8 بار اینطوری برمیداره و به این اضاف میکنه بعد این کارش تموم شد من دوباره این کارو میکنه. خب این کامل کرد دیگه نمیتونه اینو رو بزنه پس میاد برای صندوق های بعدی اینه که این خالیه پس نایتون توش خب این آیتم هم کامل اما میاد خود اینا رو چک میکنه بعد توش وسایله سرشون طوری کنه حالا اگه توش وسایل باشه اینطوری الان که آیتم نیست و تموم کرد. ممنون که تا این ویدیو دیدی. اگه دوست داری بازم از این ویدیو بذارم پس لایک نره تا 15 تا صاف بخوره براتون یه دونه تیم صورتی میزنم.